خود پوتین هم از این سلاح میترسه. بزرگترین سلاح متحرک روسیه است، زیردریایی مخوفی که حتی ناتو بهش لقب مگالادون داده و مثل سگ میترسه از این. ابعادش انقدر بزرگی که تو استادیوم آزادی هم جا نمیشه. 175 متر طول، 25 متر عرض، 48,000 تن وزن داره. اسم اصلیش دیمیتری دونسکیه. 160 خدمه داره و 20 موشک بالستیک غاره‌پیما، 10 تا کلاهک اتمی آماده به شلیک رو حمل میکنه. جالبه هر 3 ماه میاد بالا، میتونه نیاد ولی اونجوری خدمه خشتک همو میدارن. یه جوری طراحی شده که راحت توی اعماق اقیانوس و تو قطب شمال رفت آمد میکنه. از اون جالب‌تر اینه که ضد همه چیه، ضد رادار، ضد ضربه، ضد فشار. نایتن تا عمق 400 متری میتونه پایین بره. ببین آمریکا بگه پخه، طایفا میگه چخه. فرقش یه نقطه است، ولی اون نقطه دقیقاً ناف بایدنه. از این زیردریایی خارمادردار 6 تا ساخته شده که در سال 1980 به دستور شوروی بود که ساخته شد. مثلا اگه جنگ شد بین آمریکا و شوروی بریزن سر آمریکا. موتور این کشتی از 2 راکتور اتمی که 10 سال نیاز به سوختگیری نداره و نهایت سرعتش هم حدود 50 کیلومتر بر ساعته. یه چیز تمیز و خیلی شاخیه. حالا به نظرت پوتین از این زیردریایی واسه ترکوندن کدوم کشور میخواد استفاده کنه؟ حالا اینا رو ولش کن بابا، اصلا برای ما ایرانیان چیز مهم نیست که. هوا امروز چطور بود اونجا؟ بنویسید.